سرخط خبرها: بلینکن: پیشروی هیئت تحریر شام نشانه سردرگمی روسیه و ایران است. شرکت کردن افغانها در جنگ سوریه. منبع میگوید اینها به خاطر اقامت ایران توسط ایران به جنگ سوریه اعزام شدند. و کودتای نظامی در کره جنوبی. درود، من انور هستم. خوش آمدید به این اخبار. اگر میخواهید از اخبار جهان و افغانستان آگاه شوید، پس چینل ما را تعقیب کنید. مشروع خبرها: یک گروه ناظر اعلام کرده است که شمار کشته شدگان در درگیری‌های اخیر شمال غرب سوریه از 700 نفر گذشته است. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا میگوید پیشروی هیئت تحریر شام در سوریه نشان دهنده سردرگمی حامیان بشارالاسد همچنین روسیه و ایران است. او که برای شرکت در نشست ناتو به اروپا سفر کرده است گفت خودداری اسد از مشارکت در هر گونه روند معنادار برای حل بحران سیاسی کشور جنگ زده‌اش چیزی است که به نیروهای شورشی فرصت داده است. آقای بلینکن گفته است که تمرکز امریکا بر آن است که گروه موسوم به دولت اسلامی داعش دوباره در سوریه قدرت نگیرد. او با دفاع از سیاست باراک اوباما دونالد ترامپ در سوریه گفته است دو رئیس جمهور پیشین امریکا در پایان دادن به استیلای خلافت دولت اسلامی موافق بودند. وزیر خارجه امریکا میگوید اطمینان از سر بر نیاوردن دوباره داعش ضروری است و بر همین مبنا حضور امریکا در سوریه اهمیت دارد. امریکا در شمال سوریه و در مناطقی که ائتلاف بر رهبری کردها مسلط هستند حدود 900 نیروی نظامی دارد. سرنوشت این نیروهای نظامی برای کار آمدن دوباره دولت دونالد ترامپ موضوع گمان زنی و تردیدهای است. دیدبان حقوق بشر سوریه گروه ناظر مستقر در لندن میگوید شمار کشته شدگان درگیری های یک هفته اخیر در شمال غرب سوریه به 704 نفر رسیده است. بنا به گزارش این گروه 110 نفر از کشته شدگان شهروندان غیر نظامی هستند. این گروه میگوید 361 نفر از شب نظامیان هیئت تحریر شام و متحدانش و در مقابل هم 233 نفر از نیروهای دولت سوریه و متحدانشان کشته شدند. هیئت تحریر شام یک گروه اسلامگرای تندرو است که پس از انحلال جبهه نصرت شاخه القاعده در سوریه تشکیل شد. لشکر فاطمیون چطور 3 برادر افغان را برای گرفتن اقامت ایران سر از جنگ سوریه در آوردند؟ احمد و 2 برادرش پس از 4 بار ورود ناموفق قاچاقی از افغانستان به ایران و خارج شدن از آن کشور برای به دست آوردن اقامت قانونی در ایران راهی میدان جنگ سوریه شدند. آنها در چوکات لشکر فاطمیون از سوی دولت ایران به جنگ رفتند در حالی که یکی از برادران 15 سال بیشتر نداشت. لشکر فاطمیون از جمله نیروهای تحت نظر نیروی قدس سپاه پاسداران است که بیشتر از مهاجران افغان ساکن ایران تشکیل شده و نیروهای آن از آن جمله به سوریه اعزام می شوند. و گفته می شود بخشی اعظم تلفات ایران در سوریه از اعضای این گروه بودند. دولت ایران به اعضای این لشکر حقوق دلاری و اسناد اقامت قانونی در این کشور را می دهد. استعفای دست جمعی کارکنان ارشد رئیس جمهور کره جنوبی روند استعفا یون سوک یول در پارلمان آغاز شد. نمایندگان مجلس کره جنوبی درخواست استعفای رئیس جمهور یون سوک یول را در مجلس ملی سوال کره جنوبی تقدیم کردند. نمایندگان مجلس کره جنوبی روند استعفای رئیس جمهور را آغاز کردند. آنها در روزهای آینده درباره استعفای او رای گیری خواهند کرد. اگر این استعفا توصیب شود، یون در دادگاه قانونی اساسی محاکمه خواهد شد که ممکن است او را از سمت خود برکنار کند. حزب قدرت مردم که آقای یون را در رأس دولت دارد با تشکیل جلسه فوری ضمن برکنار وزیر دفاع با استعفای کل هیئت دولت موافقت کرد. هرچند بر سر اخراج آقای یون از حزب هنوز میان رهبران آن اختلاف نظر وجود دارد. رهبران حزب قدرت مردم حزب حاکم ارتش را به علت اجرای حکم حکومت نظامی مسئول دانستند.